پس از 12 روز درگیری مستقیم ایران و اسرائیل که در 3 تیر ماه 1404 به آتش بس انجامید، ثبات کنونی منطقه بیش از هر چیز شکننده به نظر می‌رسد. 3 اقدام اخیر تهران می‌تواند همچون ماده‌ای منفجر این آتش بس شکننده را نقض کند. نخستین و نگران کننده ترین موضوع گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره سایت هسته‌ای مخفی ایران است. بر اساس این گزارش، پیش از حمله آمریکا به فوردو در خرداد 1404 دست کم 16 کامیون حامل مواد هسته‌ای از این سایت خارج شدند که احتمالاً به تأسیسات ناشناخته‌ای مانند کوه کلنگ گزلا در 145 کیلومتری جنوب فوردو انتقال یافتند. این سایت زیرزمینی که در عمق بیش از 100 متری کوهستان ساخته شده است، حتی از بمب‌های سنگرشکن پیشرفته آمریکا GBU 57 نیز مصون است. این گزارش واکنش تند دونالد ترامپ را برانگیخته. او صراحتاً هشدار داده اگر ایران حتی 1 سانتی متر به سمت بمب اتم پیش برود، ما بدون تردید خواهیم زد و خواهان بازرسی فوری از تمام سایت‌های مشکوک شده است. بنیامین نتانیاهو نیز تاکید کرده نیروهای اسرائیلی آمادگی حمله پیش‌دستانه به هر نوع تأسیسات جدید را دارند. دومین اقدام تهران: اصرار رسمی ایران بر ادامه برنامه هسته‌ای با قدرت است. سازمان انرژی اتمی ایران علنا اعلام کرده غنیسازی اورانیوم بدون وقفه ادامه دارد. این موضع‌گیری 2 واکنش خطرناک رو رقم میزنه. از سوی ترامپ عملیات نظامی را گزینه روی میز خوانده و از سوی دیگر اتحادیه اروپا به رهبری کایا کالاس هشدار داده هر گونه فعالیت خارج از چارچوب برجام تحریم‌های بخش‌های انرژی و بانکی رو فعال خواهد کرد. ترامپ نیز تصریح کرده که تحریم‌های نفتی تا 50% تشدید میشن. سومین اقدام حساس تهران: تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این تصمیم دسترسی ناظران مستقل به سایت‌های هسته‌ای را قطع کرده و بی‌اعتمادی جهانی را تشدید می‌کند. رافائل گروسی رئیس آژانس با ابراز نگرانی اشاره کرده ارزیابی خسارات فوردو بدون بازرسی مستقل غیر ممکنه. این نگرانی زمانی جدی‌تر میشه که گزارش‌های تایید نشده‌ای میگن که ایران پیش از حمله تونل‌های فوردو و اصفهان را با خاک پر کرده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این اقدام را زنگ خطری برای جامعه جهانی خوانده و هشدار داده چنین اقداماتی تحریم‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. در این میان اظهارات رهبران غربی و اسرائیل نیز آتش بس را تهدید میکنه. ترامپ در سخنرانی اخیرش تصریح کرد برنامه هسته‌ای ایران نابود شده، اگر غنیسازی را از سر بگیرند حمله خواهیم کرد. وزیر دفاع آمریکا هر گونه گزارش خلاف ادعای نابودی کامل فوردو را خیانت توصیف کرده. نتانیاهو نیز با ادعای دستیابی به اهداف نظامی هشدار داده اسرائیل به هر تهدید جدیدی در کسری از ثانیه پاسخ می‌دهد. با توجه به این تحولات، آینده آتش بس به شدت تحت تأثیر رفتار هر دو طرف قرار دارد. در صورت صحت این خبر و کشف فعالیت‌ها در سایت مخفی مانند کوه کلنگ گزلا یا از سرگیری چرخی کامل غنیسازی، احتمال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل افزایش می‌یابد. همچنین تعلیق همکاری با آژانس تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه اروپا را محتمل می‌کند. تنها راه تثبیت آتش‌بس تداوم مذاکرات پشت پرده قطر بین ایران و آمریکاست. هرچند رافائل گروسی هشدار می‌دهد که بدون شفافیت هر اشتباه کوچکی می‌تواند جنگ را شعله‌ور کند. کارشناسان مستقل پیش بینی می‌کنند اگر ایران به این 3 مسیر تنش‌زا ادامه دهد، احتمال از سرگیری درگیری‌ها طی 3 ماه آینده به سطح هشدار دهنده‌ای خواهد رسید. نظر شما چیه؟ آیا ممکنه جنگ دوباره شروع بشه؟ لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید. ممنون که با چنل پرشین جوکر همراه بودید.